سلام عزیزم، می‌خواستم دارو میتونه آقای دکتر بدم. 300 تومن نقد بدین. من که تازه ویزیت شدم. اگه میخواین آقای دکتر داروهاتون رو ببینن دستورشو بدن 300 تومن، اگه نه من میتونم ببرم براتون نشون بدم بیارم بهتون توضیح بدم 200 تومن. کدومش؟ ماله عزیزم تا اسفند 405 اصلا نوبت ندارم. جناب دکتر گندگوی تمامی نوبتاشون پر هستش. خانم احمدی بله. عزیزم ویزیت آقای دکتر 700 تومنه. دیروز شما گفتید 500. الان با توجه به تخصصشون 700 تومنه. نمیخواین نوبتو کنسل کنم. نقد بدین. عزیزم من نقد ندارم. مالیات شما رو من باید بدم. عزیزم جواز مشا رو آوردم آقای دکتر ببینم. اینو که نباید میآوردین اینجا، برای خودتونه. یعنی من این همه هزینه کردم واسه خودم؟ این برای خودتونه. میخوای بندازاش خالی، میخوای با خودت بخونه. خانم رحمتی جانم عزیزم آقای دکتر بیمه قبول نکردن. تمامی هزینه های این مطلب آزاد حساب میشه. نسختون هم براتون نوشتن. فقط از این داروخونه طبقه پایین تهیه میکنید. یعنی جای دیگه ندارم؟ ما اونا رو تایید نمیکنیم. اگر مشکلی براتون پیش بیاد به کادر ما ارتباطی نداره. فقط این داروخونه مورد تایید آقای دکتر هستش.